وقتی که جسد مایکل رو داشتن با هلیکوپتر انتقال می‌دادن، یه اتفاقی میفته. سلام. خب بچه‌ها، از اونجایی که تئوری هایی که ثابت میکنه XXX تنتاسیون رو خیلی دوست داشتید پارتاشو و این نظرسنجی گذاشتم و گفتم که توپاک واسهتون بذارم یا مایکل جکسون که ازتون گفتید مایکل جکسون. امروز بریم که تئوری هایی که ثابت میکنه مایکل جکسون زنده است رو بهتون بگم. ولی مایکل اونقدر پارت نداره مثل اکس تنتاسیون، شاید کلا 2 تا پارته. ولی خبر خوب در مورد اکس تنتاسیون دارم اطلاعات جمع میکنم و ممکنه یه پارت دیگه هم از اکس داشته باشیم دیگه. نوکرتونم. و اینا بگم که خیلیاتون این سبک ویدیوهای من دوست دارید، فقط ویدیوهای خنده‌دارم دوست دارید. 85% ویدیوهای چنل من اونن، از اون سبک ویدیوهای بال و چالش خنده‌دار این چیزاست. ولی خب از اینا چون بعضیاتون دوست دارید دیگه واسهتون بعضی وقتا میذارم دیگه. نوکرتونم. برو بریم. اول یکم واسهتون کلا خود مایک بگم و اینا. مایکل جوزف جکسون خواننده و ترانه‌نویس و رقصنده آمریکایی بود. بهش میگفتن سلطان پاپ. مایک توی ایالات متحده آمریکا به دنیا اومد و توی خانواده تقریبا پویده است، تقریبا فقیر اینا، و از 6 سالگی موزیک شروع کرد. مایکل تونست با موزیکاش و رقصش، مد انسان دوستیش و این چیزا بین مردم خیلی زود محبوب بشه و شهرتش هر روز بیشتر میشه. مایکل جکسون تو 4 تیر 1388 و فقط 18 روز قبل از شروع شدن کنسرتش و فکر کنم این آخرین کنسرتش بود و در سن 50 سالگی فوت شد. خب همونطور که میدونید یا نمیدونید مایکل به بچه‌ها خیلی علاقه زیادی داشت و توی خونه‌اش حتی شهربازی ساخته بود، یه پارک چیزی واسه بچه‌ها. کمک‌های خیلی زیاد به بچه‌های فقیر اونا می‌کرد. مایکل توسط یه پسر 13 ساله به اسم جردن چندلر یه چیزی اینجوری و پدرش دکتر ایوان چندلر به سوء استفاده جنسی از کودکان محکوم شد که اصلا اینجوری نبود. مایکل خیلی بچه‌ها دوست داشت و همونطور که ثروتمند بود بدهی‌های خیلی زیادی داشت که تموم شدنی نبود. مایکل یه اگه نمیدونید بچه‌ها، همه این خواننده‌هایی که در موردش حرف می‌زنیم، حتی بیلی آیلش که الان هستش فکر کنم جزو ایلومیناتیه، ولی خب بیلی آیلش یعنی جزوشون هست و اینا می‌خواستن که از ایلومیناتی خارج بشن و ایلومیناتی توی ویدیو قبل توضیح دادم که کلا ایلومیناتی چیه. اگه عضوشون بشی دیگه نمیتونی خارج بشی، بخوای خارج بشی ازشون و واسه خود زندگی کنی دیگه نمیشه و اونا محوت میکنن، همون کاری که با اکستنتاسیون کرد و مایکل و توپاک و مایکل ایلومیناتی بود، کسی که همیشه روبروشون وای میساد و رازاشون رو فاش می‌کرد. ایلومیناتی هر روز ضربه‌های بیشتر و بیشتری به مایکل می‌زد. مایکل توی شبی که آلبوماشو بیشترین فروش رو داشت و تو گینس ثبتش کرد، ولی هر روزش اعتبارشو بین مردم و طریق دروغایی که پشت سرش بود اینا کم داشت از دست میداد. تو سال 2009 خبر رسید که به دلیل مصرف زیاد مواد مخدر فوت شد. فکر نکنم اینجوری باشه. حالا بریم سراغ تئوری هایی که نشون میده زنده است. خودشو مخفی کرد یا ایلومیناتی مخفیش کرد. خب عجیب اینجاست که مایکل تو آخرین کنسرتش و آخرین اجراش حرف عجیبی میزنه که با هم بریم ببینیم. This is the final curtain call. And see you in July. اوکی بچه‌ها، من این اطلاعات رو از پیج theory.fr میارم. واقعا جمع کردن این اطلاعات سخته و از اونها همیشه خیلی کمک میگیرم و اکثرا ویدیوام از اونها میسازم. اگه دوست داشتید میتونید خودتون به پیجشون سر بزنید و خودتون ببینیدش. گفت این آخرین اجرای من بود ماه جولای. عجیب نیست؟ روز مرگ مایک همه چی عجیب بود، همه چیز مشکوک بود. رفتارهای عجیب با خبرنگارا، با مردم، طوری که هیچ کس اجازه نداشت عکسی چیز بگیره، نه گزارشگری نه چیزی، با اینکه مایکل یه فرد خیلی مهم فوت شد و گزارشی اورژانسی ارسال شد. این آمبولانسی که الان فیلمش رو میذارم هیچ دکتر و پزشکی تایید نکرده که این آمبولانس واقعیه. همین گفتن این آمبولانس از خودشون و فیک اونا. هیچ دکتر میگن تایید نکرده. اون هیچ آژیری و چیز نداشت و دقیقاً اصلا معلوم نبود مال کدوم بیمارستانه. از کجا اومد داشت؟ وقتی که جسد مایکل رو داشتن با هلیکوپتر انتقال می‌دادن، یه فیلمی از هلیکوپتر گرفته شده که اتفاق میفته. بریم ببینیم. متوجه شدید کسی که رو تخت بود انگار داره بلند میشه و اینا. خب دیگه مایکل که نمیدونه، فکر کرد تو وسط آسمون تو هلیکوپتر کسی که نمیبینه دیگه راحت بلند شم تموم شد رفت مردم. ولی کثافتی فیلم گرفته بود. دیدید که کسی که رو تخت بود مایکل بود، انگار قشنگ اینجوری بود و قشنگ اومد اینور و بلند شد. و اینم بدونید که هیچ دکتری مرگ مایکل رو امضا نکرده که ایشون مرد. هیچ دکتری. اول از همه اینو بگم که تو تابوت هر فرد مسیحی یا مشهوری که بمیره، تو مراسم‌هاش و توی تابوت همیشه چهرهشو میذارن معلوم باشه، چون یه نوع رسمه. این تابوتی که الان از مایکل میبینید کاملا پوشیده است.
و تئوریمون اینجاست که از ترس اینکه شاید بفهمن کسی تو تابوت نیست شاید اونجوری کردن که کسی نبینه. و عجیب ترین نکته ای که تو مراسم بود اینه که عزیزانش نمیدونم خانواده‌اش یا هر چیزی که اونجا بودن اصلا رفتارشون جوری بود که انگار هیچی نشده، همینجوری فقط وایسادن خیلی معمولی، انگار هیچی نشده واقعا. His backbone, I had his back, saved the family. پنجه‌های مرموز رو می‌بینید همه دارن میخندن. باش مگه میشه مایکل بمیره تو مراسم اکستنتاسیون که فکر کنم مرده بود یا اینا، یا حالا نمیدونم چجوری خاکش کردن، همه فکر کنم ار میزدن. این چجوری مایکل همه شادن خوشم، یعنی چی؟ پنجه‌های مرموز رو می‌بینید؟ و آلبومی که مدتی بعد از مرگ مایکل اومد تو کاور آلبوم یا اون عکس آلبومش نکته داره. اگه به این کاور نگاه کنید متوجه چیز نمیشید. بذارید یکم زوم کنیم. و پست دختر مایکل جکسون که تو سال 2018 گذاشتش و خیلی راجعش بحث شد و تیتر و اینا اومد. دیدید که نور و تصویرنا رو وقتی عوض کردیم و زیادتر کردیم اون پشت تصویر بود و خیلی شبیه مایکل بود. این عکس دختر تو سال 2018 گذاشته و I don't know، نمیدونم. بچه‌ها این از این پارت بود، امیدوارم که دوست داشته باشید. اگه دوست دارید دوباره واسهتون در مورد آدمای دیگه، در مورد خواننده‌های دیگه که مردن یا چیزی تئوریاشون رو بزنم، بچه‌ها همونجور بگم خیراتون میاد میگه که داش مرده، صلوات بفرست، فاتحه بخون، تموم شه بره. این کار چیه؟ بچه‌ها هم تئوریه، من نمیگم مایکل زنده است. داش بلند شو. باش داشت من کار اینا فقط تئوری است و من دوست داشته باشید و منتظر یه پارت دیگه از اکستنتاسیون باشید. حتی خودم به شخص اصلا عاشق اکسم. خلاص اگه دوست داشتید پارت دوم مایکل هم بذارم، این پارت اولش بود، پارت دومش طبعا ادامه ایناست و تئوریات شوی بالاتره. میگم تو ویدیو بعدی خیلی دوستتون دارم. اگه از این سبک ویدیو دوست دارید حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله‌شو بزنید واسهتون بین ویدیوهای فانم اینا از اینا حتما میذارم. میرم تو ویدیو بعدی. فعلا صندلیم اتومات خودش عقبه بچه‌ها، خودش اتوماته. خداحافظ. من مولم. حس میکنم منم بچه‌ها میکشن. برای پس منم میکشن ایلومیناتیا به دلیل اینکه داشتم افشا میکردم مرگ اینا رو. اگه منم مولم بچه‌ها این ویدیو رو میذارم تو چنل یوتیوبم. نه نمیتونم بکشم، نمیتونید. زورت بیاد. بیا بکشم. نه بیا دیگه. نه داری بیا. داری بیا. اتومات. خدافظ.